قسم شاید فهمیده باشین من در کجاست معلوم شده دیگه ما آمده مغازه خوراک فروشی داشتم بخورم ميكاني زياد خوب مع 10 سالة به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنم به شما دوستا. امید خوب جو صحتمند باشین. به کنار خانواده شما رو خوش آمدید میگم با یک برنامه و یک ولاگ جدید و یک ولاگ خاص و یک برنامه ویژه و یک ولاگ ویژه. شاید فهمیده باشین دوستا ما قرار است فردا شب نیم ببخشید فردا صبح سفر کنیم بریم به طرف کشور سویدن زیبا دیگه دوستا. حالا امروز یگان خرید داریم میخوایم بریم یگان خریدای خدا بکنیم دیگه. شما هم تا آخر برنامه بینده باشین، لایک کنین، شیر کنین، کامنت سابسکرایب کنین دیگه. بریم یگان لباس بگیریم یگان چیز دیگه دوستان دارم. فعلا خدا حافظ. A few moments later. دوستا شما را خوش آمدید میگم به ادامه برنامه دیگه. دوستا ما را چند مغازه دیگه را گشتیم. یک در دل ما نبود کالای خوبش نداشت دیگه. آمدیم مال یک مغازه دیگه لباس فروشی که من از اینجا ببینم کالای خوبی داشته باشه بگیرم دیگه. دوستا شما سابسکرایب کنید، لایک، شیر، کامنت یادتان نره. دوستا اینجا دیگه کالای خوش نداره. اون مغازه اولی که رفته بودیم لباساش بهترتر بود. ما گفتیم بریم دیگه یک چند مغازه دیگه رو بگیم شاید خوبتر پیدا شود ولی متاسفانه نه. 1 hour later. خب دوستا شما رو خوش آمدید میگم به ادامه برنامه دیگه. قسمی که دیدین من رفتم بازار اگر خود کالا و چیزا گرفتم ولی من نتونستم زیاد از اون خریدای خود ولاگ بگیرم دیگه. یاد ما رفت یکی دیگه. دو سال قسم شاید فهمیده باشین من در کجاست معلوم شده دیگه. ما آمده مغازه خوراک فروشی الدی که از اینجا میخواهیم یگان خوراکی بگیریم. فردا بخیر سفر داریم به موتر، در موتر سفر میکنیم دیگه. یگان خوردنی از اینجا ما بگیریم و درای ما و دیگه چیزا هم لازم داریم کورم بگیریم و بریم بخیر سفر کنیم دیگه. مزاد گپ نمیم دوستا، خسته نشین دوستا. سابسکرایب، لایک، کامنت، شیر یادتان نره دوستان دارم. خب دوستا هم تا سمت بسکیت ها و چیزایش ببینید دیگه. ما از این بسکیت ها گرفتیم به خودمون، از این بسکیت ها گرفتیم و چند تا بسکیت های دیگه. حالا برم نشان میتونم به شما دیگه. ژلی چیزا که من نمیخوایم بخورم دیگه. بخاطر یک کافی بگیرم، کافی یخ. این هم گوشتایش هست. این همچین خب دوستا دیگه هم از خریده ما دیگه اونجا مانده نیستیم در نوبت استاد هستیم که میخوایم حساب کنیم دیگه. همه قچیزا گرفتیم بس از دیگه. رای ما زیاد دور نیست دوستا. خب دوستا شما خوش آمدید به ادامه برنامه دیگه. دوستا ما ساعت 5:05 از خواب خیستیم، امروز زود تیار شدیم دیگه. حالا میریم دیگه سفر میکنیم دیگه. دراش به شما کمک ویدیو میگیرم با سیدانم کلاس ویدیو میگیرم تا فعلا خداحافظ. کمک نوخت شد. خب دوستا یک سلام دوباره، خوش آمدیم به ادامه برنامه، ادامه ولاگ دیگه. خب دوستا دیگه ما رسیدیم سویدن دیگه. من نتونستم از در زیاد باشم ویدیو بگیرم، یکی دیگه موتر بود دیگه چی ویدیو میگرفتم دیگه. بخیر ما رسیدیم، دیشب بود که رسیدیم دیگه. حالا صبح شد، خواب کردیم، یک خسته هم بریم دیگه. خستگی ما رفت شد دیگه. دوستا شما هم تا آخر برنامه همراه باشیم ببینید که چی میشه چی میکنیم دیگه. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتان نره دوستان دارم. دوستان جو خونه کی آمدیم که از فامیلای ما هستن دیگه. با شما حالا میریم آشپزی ها نشان میدم، آشپزی میکنیم، شروع بخوره میکنیم، فیلم چیزا دیگه. شما هم تا آخر برنامه بیننده باشین. با شما میخوایم یکی نشان بدم، شما نمیشناسینش ولی یکی براتون نشان میدم دوستا. ما ایمان جان با خود داریم که ایمان جان یکی از فامیلای ما هستم دیگه. اینجا بسیدم با دنیا آمده دیگه. باش خودشو معرفی کنم. باشه ایمان جان، چطور هستی؟ خوب هستم.
هستین خوبه تو سروش ویدیو نگاه میکنی زیاد خوب ویدیو میکنه خب دوستا ایمان جان زد فارسی رو یاد نداره افغانی میگه ویدیو سروش رو نگاه کنیم مثلا ویدیو خوبش میکنم. خب ایمان جان خودت معرفی کو چند ساله هستی؟ ما 8 ساله هستم 8 ساله؟ ام. مکتب میری؟ آن صنف چند هستی؟ 2 صنف دوستی؟ یا آن کدام زبانا رو یاد داری؟ کدام زبانا رو یاد داری؟ انگلیسی یاد داری دیگه؟ ما انگلیسی میفهمم ما فرانس نه ما میفهمم انگلیسی خب دوستا انگلیسی هم میفهمم، سویدنی و فرانسوی. آن سبسکرایب سبسکرایب to انگلیسی بگو انگلیسی بگو. subscribe to سروش ندیم vlogs لایک رو بکنید، کامنت کنید، شیر کنید. make sure to like and subscribe فعلا خداحافظ. خداحافظ شامل به ادامه برنامه دیگه دوستا، ما کتیمان جان آمدیم دیگه میخوایم بریم کاشخانه پایین تا کوی یگان کالاسته کالا رو دیگه ششتن، فقط میخوایم ما دوتا از خوشکن بکشیم دیگه. ما کتیمان جان آمدیم و دلفت هستیم، میخوایم بریم منزل پایین، آخرین منزل دیگه این تا کوی است. اونجا به شما نشان میتم و دوستای تلفن از ما نیست، این تلفن از ایمان جان است، از خودش از ما در بالاست و چارج نداره. دوستای این دیگه ما از تاش باش کنیم دوزاره میکنی باش درستون بسم الله. خب دوستا اینجا دیگه مو چی میگن کاشخانه شانو میگه دیگه، کالا و چیزا اینجا میشوین، تقریبا 5 منزل 4 منزل باش. ما کالا رو در چی انداختیم به خوش کنم دیگه باش ما کالا رو بکشیم دوستا. ما فکر کنم دوتا خوش کنم در دوتا خوش کنم در اکش مانده بودن دیگه باش کنیم کالای دیگه ما دوتا کالای دیگه وام خلاص شد کنم در خوش کنم مندازیم رو عوار کنیم ایمان بمیره ما او تو عوار کنیم باش میگیم عوار کنیم دوستا اینجا. ما دوستا دیگه ما کالا رو از خوش کن کشیدیم. خب واسکو دیگه کالا نیست در کجا عوار میکنیم واسک اینجا رو ایمان اینجا رو واسکو نیست اینجا شاید باشه واسکو نه اینجا نیست مثلا حالا تو باش خلاص شو یارم بکشیم فکر خلاص شده خب دوستا باش که مرد این کالا رو عوار کنیم اینجا کالا خودش که اینجا ماشین داره شاید ماشین ایمان اینی ماشین این ماشین است دوستا این ماشین خوش میکنه شما رو خوش آمدید میگم به ادامه برنامه دیگه. خوب دوستا قسمت که دیدین در برنامه ما و ایمان جان رفتیم در پایی دیگه کالا رو چیزا رو آورد کردیم دیگه باز شامدیم نان خوردیم. ما ولاگ گرفتم از نان کشیدن و چیزا از پیشم پاک شد و خیر باشه دیگه. نان نوشیدن کردیم صدا مصدا بودن دستشون داد نکنم دیگه. حالا یه چای سبز هستم داغ هست دیگه، چای سبز داغ و کیک و رود و چیزا اگه باش که به شما بخورم مزیش نشان بتم مزیش به شما بگویم مفتون چرا میگه قنی گفت میذاریم واقعا مزدار است. کیک است این رود است این فکر کنم مفتون چه است نمیفهم دقیق دیگه واقعا مزدار هستم. این دفعه دوستا دیگه آقام سعد است چای سبز زیاد مزه میده. در پایان برنامه رسیدیم. یک جان تشکر قربان نگاهایتان که تا به آخر برنامه با ما همراه بودید، تا قبلا با ما همراه بودید. دوستان دارم خواهش میکنم کانال را لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت شیر کنید دیگه. دوستان دارم دیگه. دوستا من منتظر بلاکای جدید دیگه ما باشید که بخیر دیگه کسا میخواین در بلاکای ما بیاین دیگه. چند نفر دیگه اضافه میشن تا خانم هستن بچه هستن دیگه با انشاءالله میاین در بلاک ما دیگه. پس دیگه یادتان نره که منتظر بلاکای ما باشید، حتما منتظر بلاکای ما باشین دیگه. دوستان دارم تا بلاک بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. خدا حافظ.